علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اما اینکه برای شخصی که اعتکاف میشند چه عملها جایز است که اونها را انجام بدهد و چه عملها جایز است که اونها را انجام ندهد. البته چون که بیان کرده شد که در اعتکاف وقتی که انسان می‌نشیند، هدف از اعتکاف چی است؟ هدف از اعتکاف چی است؟ هدف و مقصود از اعتکاف این است که انسان به صورت کامل رو به طرف الله عزوجل بکند، قلبش رو به سوی الله عزوجل باشد و از اشتغال با دنیا و اشتغال با مخلوقات الله عزوجل اینه که باید که انقطاع بکند، باید که دور باشد و با طاعت و عبادت بیشتر اینه که مشغول باشد. این از هدف و مقصود از اعتکاف. پس برای اعتکاف هر آن معتکف که اعتکاف میشند، هر آنچه که از احتیاجهاش هست، از قبیل اینه که غسل کردن و تازگی و از پختن طعام یا که امثال اینها، به قدر استطاعت و اینه که همون حاجتش میتونن که اینه که به این چیزها مشغول باشد. هیچ باکی نیست، صحبت هم کرد هیچ باکی نیست، زنگ تلفنی هم اگر حرف زد با کسی و از اون صحبت هایی که خلاف شریعت نباشد هیچ باکی نیست، یکون مشکلی ندارد. و حتی اگر همسرش هم بیاید اینه که او را به زیارتش هیچ باکی نیست. و همچنین تو اینه که همون در مسجد همسرش رو اینه که ویدیو بکند، یعنی که با همراه او اگر خیر خشی هم کد رفته تو اونجا هم هیچ باکی نیست. و از همش از کلاگیشون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت هستن. پس وضو گرفتن، غسل، امثال اینها هیچ باکی ندارد. و همچنین اگر که برای یک در مسجد اگر در یک جای اگر که یک پرده یک جای خاصی برای کسانی که اعتکاف میکنن اگر زده بشود، تو اینکه از مشغولیت ها اینا که چی باشن، دور باشن و کسی اونها را در طاعت و عبادت خلل نرسانند، هیچ باکی نیست. و بهتر است. حتی در روایت مادرمان عایشه میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و برای پیامبر این خیمه میزدن تا اینکه مثلا که اونجا اعتکاف بکنند. بله، پس این عملها مشروع هستند، هیچ باکی نیست. و اما در رابطه با که آیا برای زن جایز است اعتکاف کردن، البته برای زن هم جایز است اعتکاف نشستن، چه با تنهایی چه با همراهی شوهرش، مادامی که به تنهایی اگر می‌نشیند اگر به اذن ولیش باشد ولیکن مفسده نباشد و خلوت با مردها نباشد یا اینکه مفسده به وجود نیاید و از فتنه در امن باشد، هیچ باکی نیست که اعتکاف بشنن زنها را. و بله، بارک الله فیکم.